آیا می دانستید که زردچوبه فقط یک ادویه نیست بلکه یک مواد طبیعی برای زیبایی پوست هم به شمار می رود؟ بله دوستان عزیز، در این برنامه 5 نوع ماسک ساده و مؤثر با زردچوبه را براتون معرفی میکنم که پوستتان را نرم، شفاف، روشن و جوان می‌سازند. پس با ما همراه باشید. با نام خدا، سلام و عرض ادب. خوشحال هستم که بار دیگر من جاوید نگزاد در خدمت شما قرار دارم و شما را خوش آمدید میگم به کانال گیاه نشان. طبق معمول گیاهی که قبلا براتون نامش گرفتم البته زردچوبه هست که شما به شکل‌های مختلف در غذاها ازش استفاده میکنید، ولی امروز براتون طرز تهیه ماسکش معرفی میکنم که چطور میتونین از این ماسک مفید و مؤثر استفاده کنید. بالخصوص خانمایی که به زیبایی پوست خود اهمیت میدن از این ماسک استفاده کنن تا جلد شفاف، روشن و جوان داشته باشید. بسته تصویری را آماده کردیم، با هم یک جا میبینیم و میشنویم. ولی قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، چه خوب است کسایی که ویدیو را میبینن لایک کنن، کانال را سابسکرایب کنن. منتظر نظریات و پیشنهادات سالمتان در برنامه هستم. میریم با هم یک جا میبینیم و میشنویم. به نام خداوند. زردچوبه یکی از قوی ترین مواد طبیعی است که هزاران سال در طب سنتی هند، چین و کشورهای اسلامی برای زیبایی و درمان پوست استفاده می شود. این ماده زرد رنگ دارای خاصیت ضد التهاب، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی است که می تواند به راحتی پوست را روشن‌تر کند، لکه ها را کاهش دهد، از چروک و پیری جلوگیری کند و تا پوست را جوان، نرم و شاداب بسازد. در ادامه برایتان 5 ماسک ساده و مؤثر با زردچوبه را معرفی می‌کنیم که می توانید در خانه بسازید و نتایج فوق‌العاده‌اش را در مدت کوتاه ببینید. ماسک اول، زردچوبه و ماست برای روشن شدن و سفیدی پوست. مواد لازم: 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 2 قاشق غذاخوری ماست ساده. طرز استفاده: مواد را خوب با هم مخلوط کرده به صورتتان بزنید و 15 دقیقه بگذارید بماند. بعد با آب گرم بشویید. نتیجه: پوست روشن‌تر، کاهش تیرگی و لکه‌های خفیف. زمان مشاهده نتیجه 7 تا 10 روز پس از استفاده منظم. هفته 2 تا 3 بار. ماسک دوم، زردچوبه و آرد برنج برای از بین بردن لکه‌های صورت. مواد لازم: 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق غذاخوری آرد برنج، 1 کم شیر یا گلاب برای نرم کردن خمیر. طرز استفاده: مواد را خوب ترکیب کرده به شکل خمیر در آورده و به صورت بزنید. 20 دقیقه بماند و بعد با حرکت دورانی بشویید. نتیجه: کاهش لکه‌های تیره و روشن شدن پوست. زمان مشاهده نتیجه 2 تا 3 هفته استفاده منظم. ماسک سوم، زردچوبه و سفیدی تخم مرغ برای سفت شدن پوست. مواد لازم: 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 عدد سفیدی تخم مرغ. طرز استفاده: مواد را با هم مخلوط کرده و به صورت بزنید. صبر کنید تا خشک شود، سپس با آب سرد بشویید. نتیجه: پوست سفت‌تر، کاهش افتادگی و چین و چروک. زمان مشاهده نتیجه: تاثیر اولیه در هفته اول، تاثیر کامل بعد از 3 هفته. ماسک چهارم، زردچوبه و عسل برای پوست خشک و خسته. مواد لازم: 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق غذاخوری عسل طبیعی. طرز استفاده: به پوست بزنید، 15 دقیقه بگذارید بماند، سپس با آب گرم بشویید. نتیجه: نرمی، رطوبت رسانی و درخشش طبیعی پوست. زمان مشاهده نتیجه از اولین استفاده قابل احساس است. تأثیر کامل در 5 تا 7 روز. ماسک پنجم، زردچوبه و ژل آلوویرا برای جلوگیری از پیری زودرس و چروکی پوست. مواد لازم: 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق غذاخوری ژل تازه آلوویرا. طرز استفاده: خمیر را به پوست بزنید و 20 دقیقه بماند، بعد با آب سرد بشویید. نتیجه: کاهش چروک، تراوت و جوانسازی پوست.
زمان مشاهده نتیجه به صورت تدریجی از هفته سوم تا 1 ماه در صورت استفاده مداوم. چند نکته مهم: از زردچوبه طبیعی و اصل استفاده کنید تا پوستتان زرد نشود. ماسکا را بیشتر از 3 بار در هفته استفاده نکنید. قبل از استفاده کامل مقدار کمی از ماسک را روی پوست بازو و یا گردن تست کنید. خب دوستان عزیز، این بود 5 نوع ماسکی که شما با زردچوبه میتونین ازش آماده کنید، استفاده کنید تا جلد شفاف، روشن و جوان داشته باشید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالمتان در برنامه هستم. با ما شریک بسازید تا برنامه بعدی. خداوند یار و یاور.